رقابت پهلوانان گرانوزن اینجا در مرحله نیمه نهایی شروع گردید. دو چهره سرشناس، دو تن از پهلوانان خیلی ناماشنای تاجیکستان، شریف جان نظریف و شکر محمد میرمحمدов الان در میدان هستند. راستی اینها باری اول نیست که با هم روبرو می شوند. امروز شکر محمد میرمحمدov در مقابل پهلوانان دیگر ورزشگری کمیرونی و اگر اشتباه نکنم از فدراسیون روسیه هم بود یکی دیگر خیلی مهارت والا نشان داد. شریف نظریف هم قصد ناکامی خود را از آلتیبایوف بگمراد ستانید و بگمراد را دچار ناکامی کرد و بسیار هم لحظه حساس را شکر محمد میرمحمدov پشت سر کرده. خیلی هیجان، خیلی حالتی مشکل هم بود. دیگر بار شریف نظریف از کمربند و از اکنون باز دستش را از قسمت بالایی خوبتر استوارتر میکرد. شکر محمد میرمحمدov رجوع میکند که در این مورد اندکی باز هم فعالتر باشد و نمونه بودن خود را در این لحظات خوبتر نشان دهد. آخرین اگر گویم که پهلوان سفید پوش در چمپیونات مملکت در گشتنگیری شکر محمد را دچار ناکامی کرده بود و عنوان چمپیون جمهوری تاجیکستان را به دست آورد و بعدا ماجرای این هر دو در خاروخشهر خیلی طول کشید و مبارزه پهلوانان به نفع شکر محمد انجام یافت. از سال پر شکر محمد را هم شریف در میدان خاروخشهر مغلوب کرده بود و برای مکافات عالی شاجایزه در جام رئیس ولایت مختار کوهستان بدخشان شکر محمد غالب آمد و الکتروموبیل را مال خود کرد. جمعی رقابت ها را اگر توجه کنیم شریف با دو پیروزی در واخوری بین یکدیگر افضل تر است. میدان امروز چی را نشان میدهد؟ در مرحله نیمه نهایی مسابقه ششمی بین المللی جام رئیس شهر دوشنبه هر دو هم الکی از بند و اصول از حرکت های یکدیگر خوب واقف هستند. هر دو خوب گشتین گرفتن. ناوابسته از آنه که این نتیجه چی می شود برای مخلصان بسیار لذت بردن از سبقت هر دو پهلوان. شریف هم گشتینگیریش امروز خیلی خوب بود. چگونه آلتیبایوف را دچار شکست کرده. اکنون یک لحظه بحث برانگیز هم به وجود می آید. یک داور بدن به شریف بهاگذاری کرد. بیاید ببینیم یک بار دیگر. داوران دیگر فکر داور مرکز رو تصدیق نکردند. همه داوران از خارج کشور هستند به خاطر که هر دو پهلوان از تاجیکستان است خالصانه حکم میکنند. این رو هم سرداور مسابقات و کاتب گنرالی فدراسیون گشتنگیری به این نوبت گرفتند که چنین باید شود بدون گله ها. خلعت باید به گردن آویزان نباشد، به سر آویزان نباشد، خلل وارد نسازد هنگام حرکت. به این خاطر داور رقابت رو باز داشت.
مبارزه پهلوانان اکنون این آخرین لحظات است که ما باید دیگر تماشا داریم. دقیقه آخرین و واخوری آخرین نیمه نهایی وزنگران. هر دو هم تلاش دارند و تا این مدت اکنون شریف هم در روند مبارزه است. داور اشاره دارد که ایستید. به مرکز میدان دعوت میگردند. اکنون هر دو پهلوان شهرتیار، هر دو ورزشگری ناماشنای تاجیکستان، هنرنماییشان واقعا هم ارزنده و شایسته. خوب، آفرین. غالب این جفت را شیرعلی جورایف انتظار است. شکر محمد میرمحمدov اکنون از بند و اسلوب‌هایی که بیشتر کار میبرد، مخصوصا همین حالت کمربند را قپیدن برایش مساعدتر است. اما اینجا باز هم کامیاب نشد. شریف از این حالت رها یافت. تنبیه به شریف نظری افتادند. بیست و دو ثانیه دیگر. اگر آگاهی میشد اینجا کار به طرز دیگر صورت میگرفت. تنبیه خطری بیشتر دارد. اکنون شریف مجبور است که پیش رود، زود حرکت کند. با پیش می رود و کار در این زمینه هم حالی خود رو پیدا کرد و شکر محمد با اون تنبیه گرفته شریف نظریف در این دیدار ظفر می یابد و به مرحله نهایی می رود. Shakar Mahmad Mirmahmadov. In this contest winner representing Tajikistan, Shakar Mahmad Mirmahmadov. دوستان عزیز، بعد از چند لحظه مرحله نهایی مخلصان شکر محمد را میبینیم در این لحظات که خیلی هم زیادن و